آنه کجیرم ننه چیاله اول به چمه سنه کجیر جان جانجوره تیاره هستی خیریت جانجوره چی اما گفت؟ جو خوب این خیلی خوبی خیریته قربان شما یه سلامت بار داشتیم خاطر کم چیال داریم اما جو زنده باشی کجا بخیر چی ما بریم به خونه شما دیگه ایدی شما ایدی ما بله ها خیلی اما جو خوش آمادیم خیلی آمادیم دیگه خود سه روز میشه از یک تیم شدی همه جو خود تو خبر داری که برزایت که کسی به دست شده نمیتونه به چی خوبه گردم میمون و میمون داری خیلیه دیگه حاله گفتیم به درشیم بیت اول بیایم به خونه شما بفهمیدی همه دیگه خود تو میفهمی میمون داری که خیلیه دیگه حاله چیکار کنم به چی خوبه گردم دیگه حاله فارغ شدیم خودی به چی خوب گفتم بعد آره خوش آمدید اما من شما یک گلی دارم عید نشه غمی شیدی نشه شما دور پرو به می دور ما نمیزنی گردن ما بند باشه اگه به سلام ها بگی ما براری دارم بچه ها براری دارم زن براری دارم باشی برم از اینا خبری بگیریم یک شیر به جمع اینا بسکیم همین جگاه برم از اینا دیدن هم بکنم نی بابا مگر یا عید بشه یا خدا رو روزه نکنه غمی به ما پیش خوره یا نجوری یا محفل چیزی داشته باشین شما که به سرا ما بیاییم به چه دیوار ما بیاییم های های همه های از تو دیگه میت گلی نداشتم دیگه هر روز خبر داری که پا بچه خورما بسته کردم من فارغی یک لحظه ندارم جنجال مالی بیشتر شد از جلو کرده گیلک تو کجا میری؟ چی؟ تو کجا میری؟ میرم خدا ننه خب ایدی شما دیگه من با یکی- از اینجا بیریشیم با ای بری بر مینه دیگه برای من تو که مرگی عید مرتکا خلاص شده عید مرتکا چه رو ده دیگه مال مادر که میایم یک ما بخونی خو میمون داری خب ننه من یک کف سگ سوتیل به ترول میگیره چشمام هم نه نمیبینم نمیبینم نه من راستکورم اصلا جلو خود نمیبینم اما نیه را صاف و پاک گیلک تو نمایید بری یا که خدیم بریم به باغچه نه نمیشه بریم نه بریم نه بریم اما سعی کنیم با میمون داریم سراوده خوشوم عروسا کاکام همه بیا آمدن به سرا ما یک بلوک ینگی لک اینا نبود رو نمیپوشم عبد چی مادر خوشی تو امد هم هستم گیلک جون نرو براره بریم جلو بیا شو، تو بریم. میریم به باغچه نزبت تو هم بیا ماده دیلیوهای دیگه باشه برسه کنو نزبت تو هم قد تونه بیا بریم باشه برسه کنو نزبت تشته چیزی خود تو برا جویت که نی هستی نه نباشه من اصلا نه نباشه به سر سفره من نباشم نه به سر سفره بشینه به دن نمیزنه غمه همه این باشه خودی ما بره شما بریم بخونیم ما بریم نمیشه نه ما همه یک بلوک میمون داریم ما خونه شما با درسی ما با در جا دیگه میریم همه این بره سراوردی خوشی به اینا بقیت میشن نمیشم برو کجا بقیت میشه من نباشم نه میچه به دن نمیزنه پسته خسته گیلک حالی بیا بری تو خالی زنکان این که بری به پیش اینا بشینی خود نخون مگرم برم گیپک گیلک چی کجی تو سی از این کلونتر تو میش چیزی بشی تو بچه نادونی که خوب با دنبال مادر خوب افتی بری به اینی چخصده سرا به سرا نانی ما یاد کره نانه صاحب کنی تا تک تک کنم که ساگ اینا یه بار بسیم نانه کسی بله منو بابا بیا منو گیلک ولد مداریو گیلک مداری آه دیگه بیتا برو السلام علیکم. علیکم تنی که پاک جنجال تیار است گیلک خوبی خوش آمده زن کن چی گپایه قراری زنده باشی بفرمای من زن کن به خونه واکو داره برو نانه جلو شو بفرمای ساگ یوش کن نانه جلو شو بفرمای شما بیای من زن کن بیای بیا گیلک تو به چی کار میایی بیدی ویدیو که سنکوی امرتکا کنیه خود زنکو نانه ما یکه خمال بیدی نارم مرک اولی نکنه چگه و این که از سنکوی امرتکا کنیه ایدا نانه من نیه هسته خود نانه من خو من بچه نانه خونم میرم خود امینجا چکار میشه خود اگه من نارم گیپک نانه منجا چیز میجه نمیخوره و بغار میشه شما ما میمون داره بعد دیگه تو برو یک از تو هم رو میپوشم تو اشته میری میشینی اینجا باشه کلبه زنکا میمون شما نه او دیگه خود زنکا باشه زنکا بچه ندارم بیامدم
نه همین خورتکا یاردن دیگه مثل تو که کلونا نیاردن سنده تو 50 سال سنده سنده مادر تو 50 سال سنده سنده من 50 سال به کجای 38 نیم اومد امال اسد میجی اسد میجی تو امال وقت خو امال 60 یا الله نه کو گیلک تو نمیگذارم که چره آخه این زنکا اید مرتکا وقتی شده بابا اید نانه من نانه من برای من نرم نه نه میگن نه یا الله یا الله نیا سک تو میگیره به من کاری نیه برو ساخ خول بسته کو برو چرا بسته کنو نه کو گیلک سای نه کو دیگه به تو میگو بابا جمع زنکا بجام پیار مادر من اما تو چی کردی من سی میکنم ایشتا جیدی بجام پیار مادر خو کدی نه کو گیلک به تو بعد به شیشته نموی این کارا نکن گردن ما بند باشه اگه خیلی چیز میزی بخورم اصلا هیچ چی به سر سفرشم نمیخورم من نمیگم نخوری بعده با روز دگی ایکا بیایی بابا تو هرچی میدم آره که بعد از زنکا شیشته خب برو از اید خلاص بشه آل اید مرتکا خلاص شد اید زنکا خلاص شد بعد او وقت بابا من چیز میدی میاری من گپ میدی تو دگه آلی نکنی گیلا آلی تو که درز سی میکنی خوبه باشه ما برون به پیار خوب بگم رفته که به سرا نمیتنی سر تو میگیره نه که گیلک من رفتون دگه به پیش پیار خوده من میگم به پیش مادر خو برو سر که تو نمیگذاره دل جا شده میشه اوقات السلام علیکم بابا و علیکم سلام چه کار میکنی بابا؟ امی توقات چون به کجا گذاشتم بلا علفا اولی رفت توقات شما با ایلاده بیام امی گیلک قدم سرا بزنی چرا؟ اکثر همی بوما سعی میکنه مادر اینو میره به پشت در به پشت دری تا قربا دریت میکنه سعی میکنه چرا گیلک و در سرا ما چی مایه؟ ما چون مادری بیامده به عیدی این حق داشته انالی قربا سعی میکنه بالا میشه برای دعا خور میگفتی برو به سرا خو اید هرچی میگم به چیشای که بس نمیایم آخی اید مرتکا بود خلاص شد حال اید زنکا تو خودت زنکا میری به پیش زنکا میشینی آره من چون دیگه من هرچی دار میدم میزنم الله خود میگه بالا میشه بری دعا قلبه سعی میکنه هرچی میگم با پشت در امیتا قلبی کن نخه ایتا چیش خوبه ورده در قلبه زنکا سعی میکنه خود تو هرچی بزی میگید زنکای او باید لا در سعی میکنه همیزا به گب نمیفهمه نه هرچی میگم گیلگید زنکای نه یاله برو با سر خود تو همون سروزید با کجا بودی بیایی؟ بیاماد به ایدی نه به ایدی ما بیاماد من نمیدم اگه بیامادم خواهی پس چی باید دیگه؟ من بزو میگم برو میگه چی نمیخورم بابا بیای ممی شما می گیلک در سرا پس کنی زنکا تا خونی ما چیشته یک سر در سعی میکنه خوب آنه برن که او پس کنه او که به گب نمیفهمه چون کی رقم انسانه همیشه مادر فکر نمیکنه که بچه خود ما برات خونه دادم از امسرا که بیریمشون بزی بگم نه جون نه ای برات به ای برای بچه 5 ساله 10 ساله کنیه 40-50 سال سن داره همیشه به گب نمیفهمه
از اینجا سیکوراتر سلام علیکم ننه باشین. عید شریف مبارک گذشته باشه. عید نانه شما مبارک باشه. حالی هسته یک دفعه که روز اول دیدی کردی خودمه ها. یک دفعه هم دم اثرام مستی بیروشی با دوباره ایدی کردی. عید مرتکا بود. عید ما و شما بیدک. حال عید نانه منه. حالا عید نانه تونم ما و تم زنیم. نه خب میبینی به خونه ما میمون آماده. ما به سرانیم به خاطر که زنکا آماده و پیش زنکا به ایدی خب زنکا. من با تو من میرم من مخبخ میشینم. اینا زنکا برم به خونه و من با مخبخ میشینم. اصلا به سرای که 10 تا 12 یا 5 تا زن مرد چی نیازه که به سرا باشه؟ همه زنکا لوب که از من رو نمیپوشم میگم تو خوب بچی. از من رو نمیپوشم. هر کی آمده خاله منه زن کاکا منه دختر کاکا منه دختر عمه منه رو نمیپوشم. برای از این که راحت باشم من از سرا بیری شدم برفتم سر زمینا خور به علفا کلمت کردم. هرچی بابا بدی نمیگی انگار کوکا و دوال میگی. ای به گپ تو نمیفهمید نان به لبز ما میفهم که من به زود چی میگم. مرمش ناسن که یک دفعه به زود بکن دوباره نمیگم. گیلک جو از امیر رای که بیامدی به میرا پس برو به سرا خو. ایدی بود مرتکا تیر شد برا برات کار خو. میوه خورم بخوردی بیامدی به خونه ما چای خورم بخوردی دیگه با دیگه چی میگی که تو هر دم ساعت بیایی؟ بیا ده پنجر ما شاس کنم که من هیچی اصلا به دن نمیزنم. اصلا نیازی نیه می به تو پخشاب شیرینی همالی به دم می سرا به تو بیاره. منتها به سرا اجازه داخل شدن نداری. به سر سفره نباشم ننه ما قط دل میکنه نمیخوره چی. سفره کو جمع کردیم گیلک به میوه دنیا به پیزنکا میوه میاره. اصلا من میگم تو به فرغون بیاد. اصلا به فرغون بیاد شیرینی. ننه من کشیشته نباشم به روبروی قط دل میکنه. خدایی نکرده خدا او روز خاک به زبون گیپک باشه. زاد ننه من سکته قلبی که من نباشم. اصلا گیلک اگه من ننه تو سکته قلبی میکنه اعمال سکته قلبی کنه که دم دیره. برو لالا جو باز یک پخشاب شیرینی به دست مادر تو به تا دستگاهی میندازم میگم این مخصوص به بار دیوم ببریم به گیلک یک دفعه به ایدی ما بیام. برو بخیر. خب من پس اینجا میره میشینم ننه می بیریشه بر ما به چل جا دیگه میره. به سرا مردم میره من مایم. گیلک الله درس ای نکنی یعنی به تو بگوتون که سگ اله میکنن که تا به مرز پاکستان برات تو بده به گیلک. گیپک یک چیزی میگم دق نمیشی. چی میگی؟ برای یک قهوه بخو از این کلونتر نشی بخیر. چری تا نفری میکنی گیلا؟ نفری برای از قهوه بخو که عقل کمال تا هم از این بیشتر نشه. زنده بشم من خود ندارم عقل کمال. تو روز به روز بیا از این نیه بیا از این روز به روز اصلا برو نانی من بگو نخوری چی بیری کار نانی من بگو بیایم برو. گیلک بعد 4 تا زن بگم من اینجگاه تو اگه به گپ نمیفهم که تو به چی و چه چیزی به گپ بفهمونم نانی من بگو هیچی نخور چی رقم نافهم بیاقلی تو همین جگاه بسته که تو کباری دیواره میاره این دفعه اگه ما ساگه که یله کنی که پاو پاچه به جون ما نداره. بفهمیدی؟ به زندگی دیگه من نمیگم مقام میدارم با هر جا که میرم اصلا تو راه نمیدم. نه بابا ما چه کار کنیم شما نمیگیم بیاید مقام بریم. دیگه ندارم بخو نه برار دارم نه خوار دارم هیچ کاسه دیگه ندارم. نه بابا چه کاره گیلک؟ اشتنی عباس جان خیریت جان جد سیار هستی. سلامتی. خیریت. شکر زنده بشی. چه برار ما برفتیم به ایدی به قوما. ها. با من میگن تو ما چون نه یا روپش میپوشم انم تو نباشه ننه من بغل شده بعدی اومده. لازمی بچه کی ما رو بپوشه شما بگی من نمیفهمم شما. گیلک تو ایدی نرفتی به ای برابر؟ کی؟ تو خود یک نرفتی؟ برفتم به مرتکا. خب به مرتکا رفتی یا ایدی زنکا دیگه تو چی خوب برات ننه خوندی در به در سرا میگی. ما بچه من نباشه به جا نمیرم برای ننه. بریم. خب برار ایتنا ننه من میگه که بچه من باید بره شاخشم شاده. نه خدا فکر. حالا کی نگدش شما ایت بگو. مثلا گیپک برفتیم نگدشتم مثلا کجیر برفتیم میگم نه. نگدش. نه یا ها. خیره باشه برادی نگردیم بس ما بیدی برفتیم. نه. برو خب بگم اثر از منو بریم بچه بریم. و گپینیه بریم بس ما بیدی بریم. نه فایده نداره بچه ما به هر جا که بچه من نباشه من یک قدم نمیرم. من از اون میواز رو یک دانه نخوردم. و نه ای میگه که بریم مثلا خوی همسایه مانه خب میگه بریم مثلا ما این طور بعدم سرا میگردونه میگه رو میپوشم. من به سرا نمیگذاری. نه تو ما چیکار کنم بسرا بگم نه تو ایدی میکنه پا بیری میشه در سرا بشی تو دیگه گلاس چای مستوی تو گلاس چای میاد. خب مادر تو یک روز من چه نون غلفی نداد گفت یک بستوری نمیپیشم. خب بعد دیگه حالا که زنکا کاش که یک زنه باشه ببینی به هر خونه 5 6 تا زن بیدی رفتن. آده گیلا به یک حساب راست میگم
حالا که ایدی زنه چی رستگان خاله تو گپ زدن کنی تو فقط می گنبد خونی من در به در سرا میگیردی به ایدی میری خود نانه ما یک کنی نانه من میگم اصلا سکو امی بچه من چی کمی داره سکو که تقیافه نام خدا چی کمی داره شاخ سوری از این جوانی بیتر امال به این منطقه شما همین تو جوان پیدا میشه نه بابا خب به هر جایی که میری به در سرا گیلک بشونیم بریم 5 دقیقه ایدی کنیم بعد بدرشیم دیگه بس سرامه برم البته اینجا میریم یک دونه میوه به خاطر بچه من نبود من نخوردم بس به در سرا بیامدم خوب بریم خیره بریم نانه دیگه اصلا بیری نشیم بیدی نه کام چی بکاره لکو بیا عجب مردم پیدا میشه گیلک عجب مردم عباس جوان طرف تو بیا بگو نانه میگه بسیم یک دیگه انگار که ما و نانه ما برفتیم مثلا بیدی شما خب مثلا چیزه مثلا ما انگار که برفتیم پشباق بخوردیم 3-4 پشباق بخوردیم چند پول میشه اینا 3-4 پشباق 4 پشقاب 10 پشقاب تو بخوری تاله یا تو روز اول بیامدی ها یعنی میگم اگه میفهمی که چه زمینا پول در مقابل نرفتن پول بده برو گیلک برو سیری کیه؟ روزی که به سلام بیامدی همجور برو شیشته بودی همون خونه میمون خونه یکی میخودی 5 تا که ساخو میکردی سیری کیه؟ برو آخری 25 برو ببینیم نانه نیستیش